قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. صدق الله المولانا العظیم. ایزا باور بکنن در مصیبت ها غالبا کامیاب میشیم. خب شکست ما همیشه در نعمت هاست. مصیبت که بیا کلگی به ما میگه انا لله و انا الیه راجعون. البقاء لله. بقا تنها به الله هست. هر کسی که هست باید برود از این دنیا. مشکلات، مریضی همیشه غالبا تحمل کرده میتونیم، ولی چه بسا اوقات مال زیاد می شود، قدرت زیاد می شود، فرزند زیاد می شود، اینجا زیاد سقوط میکنه. و این چیزی که پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام بر ما و شما هشدار داده است. یکی از روزها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضاه مبارک نشسته بود. بعد میبینه که چیزای غنیمتی برش آورده شد. وقتی که آورده شد مبارک گریان میکرد. کسی برش گفت که چرا گریان میکنی؟ مسلمان ها فاتح بودن، تانستن که گسترش ببخشن حاکمیت خود را. گفت از این بحث صبر کردن بسیار مشکل است. چطور میتونی مقاومت بکنی؟ در حدیث دیگه میخوانیم که از بحرین مال آمد. در نماز صبح مسلمان ها زیاد بودن نسبت به صبحهای دیگر، از دور جای هم دیجا آمده بودن. پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام به سویشان دید که گفت که نیک شما از مالی که از بحرین آمده خبر شدین. گفتن اجل یا رسول الله، اما طور است. بعد گفت که والله ما از شما به این نمیترسم که فقیر بمانیم، به این نمیترسم، به این میترسم که مال سرتان زیاد شود، آسایش سرتان بیشتر شود و بعد در مقابل از این نعمت شکر خو نمیکشین، بلکه یکی به دیگری توطئه جور میکنین، یکی دیگر تخریب میکنین و یکی دیگری به اصلاح چقریا را جور میکنین. از این سرتان میترسم. و همه طور است. ما شما همه طور شدیم. شما میبینید که مسلمان تحمل نمیکند. خب مسلمان کافر تحمل میکند. میتونی با کافر بسازی، میتونی برش بسازی، با مسلمان نمیتونی بسازی. چرا نمیتونی بسازی؟ به خاطری که جا حب مال است، حب چوکی است، حب اقتدار است، حب همین نعمت هاست که ما و شما در وقت در بینش اما تغوتور شدیم. کل مشکل در اینجاست و پیغمبر ما را هشدار از همین داده است. شما چه فکر میکنین؟ آیا نشست با مسلمان سخت است؟ هیچ سخت نیست. زیرا چیزی که اگر ما مسلمان بوده باشیم، واقعا دیندار بوده باشیم، والله قدرت گرفتن خودش غم است. صحابه نمی گرفتن، صحابه فرار میکردن. خب ما واسطه میکنیم، ما سر قدرت ها و سر شوکی ها واسطه‌گیری، جنجال، غال مغال چی حالا شروع کردیم؟ و کل سبب بدبختی ماست، سبب ورشکستگی ماست، در حالی که این چیزی نیست که داری خیر باشد. زیرا رفتن به یک اقتدار مسئولیت است. در روز قیامت الله از پیش پرسان میکند
چی کردی با مالت؟ چی کردی با قدرتت؟ چی کردی با جوانیت؟ چی کردی با صحتت؟ به کلش باید جواب بدی. ببینید که الله هم میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، جز نیست که مال و اولادتان سبب امتحانتان است. در مالت هم امتحان میشی، در اولادت هم امتحان میشی، در دویش باید جواب بگویی. والله عنده اجر عظیم، نزد خدا پاداش بزرگ است. کوشش بکن از این امتحان کامیاب بداری. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و ارضاه او مبارک میفرماید که لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک الفتنه. گوش کن، یک شما نگوی که خدایا از امتحان به تو پناه میبرم. این کارا نکنه. فانه لیس منکم احد الا وهو مشتمل علی الفتنه. هیچ کدامتان نیست بری که در زیر چارچوب فتنه و امتحان الله قرار دارد، بخوای نخوای. لانه تعالی یقول انما اموالکم و اولادکم فتنه. زیرا الله میفرماید که مال اولادتان فتنه است، وسیله امتحانتان است. پس بی مال هستی؟ نه، مال خود داری، ولو که کم داری الله در امو امتحانت میکند. اولاد داری در امو الله امتحانت میکند. فایکم استعاذ فلیستعذ بالله من مضلات الفتن. هر کدامتان اگر خواسته باشید که به الله پناه بگیرید، کوشش بکنید آنچه که وسیله بدبختی و ورشکستگی شما میشود از او امتحان، از او فتنه به الله پناه بگیرید. بگه خدایا ما را به چیز امتحان نکن که توانش نداشته باشه، توانش نداشته باشه. یا الله ما را به فرزندانم امتحان نکن که سبب سقوط می شود. یا الله ما را به مال امتحان نکن که سبب سقوط می شود. ما را به قدرت امتحان نکن که سبب سقوط می شود. این تو بگو، به الله پناه بگی. دومش از اسباب معصیت و نافرمانی یکی هم ضعف ایمان است. یک امتحان خدا بود. دوم ضعف ایمان. ایمان که ضعیف شود بعد از او سرحدات الهی تجاوز میکنی، باز اوامر الله جل جلاله را کوچک میشماری. بعد از امر خدا و امر یک انسان عادی برات یکسان خواهد بود. یک طرف امر الله بیاید، یک طرف امر یک آمر کارت بیاید، او را ترجیح میدی نسبت به امر الله جل جلاله. خدا ما را نگاه بکند. از این خاطر است که ایمان چرا کم می شود؟ چرا ایمان ما ضعیف میشه که امر خدا را نادیده میگیریم؟ سبب اولش جهل به الله، به اسمایش، به صفاتش، به عظمتش است. ما نمیدانیم که او ذاتی که ما را پرستش میکنیم او عالم است. ذاتی که ما پرستشش میکنیم و ذاتی که به ما امر کرده او عالم است. این میرگان بار جاهل بیازیم. ارگاه ما بدانیم که الله میداند انه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. یقین او ذاتی که ما پرستشش میکنیم چشمای خائنم مشناسد و در دل چیزی بگرده او را هم بلد است، او را هم میفهمد. پس ما خود به خود از نافرمانی الله دوری میگیریم. جهل بدترین سبب است که و اولین سبب برای چی است؟ برای تخطئه، برای پای گذاشتن به امر الله جل جلاله. عدم مراقبت الله جل جلاله. یکان باید فکر میکنیم که برو خدا نمیبینم، تو خدا فریب میدیم. خدا ما شما میفهمیم یکان بار ما خدا زیاد فریب میدیم. یک جایی که نقص بکنیم به عوضی که اعتراف بکنیم به غلطی خود با چی میگم نه تو شد، ایسا خدا با کوچه حسن چپ میگه چی میگه ما تو میزنیم، در حالی که خوب میفهمیم که غلطی خود از ما بود. خدا ناقد تسلی میدیم. گناه میکنیم باز خدا فریب میدیم، حرام میخوریم با خدا فریب میدیم، بدبختی میکنیم خدا باز فریب میدیم. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق
چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد، پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ سوم چیزی که سبب به معصیت است، سبب گناه است، او شبهات است. هر جا شبهات ایجاد شود، شکوک ایجاد شود، خود به خود انسان به طرف گناه می رود. همیشه در هر چی شک بکنی خدا بزرگی میشه که همین حکم خدا باشه، ولی فکر میکنی که مولوی سے غلط کرده باشه، خودت در جای افتاء قرار میده. خدا مفتی صاحب میشی، مفتی صاحب. و من امروزم در یکی از مجالس گفته بودم که از یک طرف دوست دارم که همین علوم اسلامی و فقه اسلامی و ارزش‌های اسلامی این در کتاب‌های دری و پشتو ترجمه شود، در اختیار عام مردم قرار بگیرد. خب یک نقص همی کتاب‌ها دارد، اوی است که هر کس کی را بخونه باز مفتی می شود. وقتی که خلاص کرده یک کتاب باز خود به خود همین صلاحیت این جناب عالی میگیرد. چرا که این خودش خان استاد نبود. استاد که برش درس میداد، از یک طرف علم برش میداد، یک طرف ادب برش میداد، از یک طرف تربیت برش میداد. به این کسی نداد. این اختیار خودش بود. پای دراز هم اگر میکرد کسی برش چیز نگفت. اگر به پهلو هم خان کسی برش چیزی نگفت. اگر گوارن کتاب خدا ایت تو ترپی کرده انداخت باز خامت خوش بریدن در قصهش نشد. این در عین از این گرفتن علم کرد خود در پهلوش ادب نگرفت. بنان گستاخ می شود، سخت گستاخ می شود. بعد از شما می بینید که یک تعداد نوچندکای ما می بینیم که سر ائمه بسیار بزرگ، شخصیت‌های بسیار عالم و انسان‌های بسیار عظیم نقطه می گیرد و فلانه تو است، فلانه تو است، امام صاحب تو است. استغفر الله. این کلش بی ادبیش است، بی تربیگیش است. علم خو نداره. علم را زمین کتابا که گرفته خیرش میگه که من رسیدم. از او خاطر مفتی می شود، برای خودش فتوا می دهد، خود برای خودش شکوک ایجاد می کند، خود برایش راه حل میگه تو میرم. یکی از اسباب بدبختی است. واقعا که دوست دارم که علم در خانه هر کس داخل شود، ولی ادب هم ضرور است. تربیت چیز دیگری است، زیرا استادا بر انسان از یک طرف ادب می دهد، از یک طرف علم می دهد. نشسته تبرد می بینه. والله قسم است که پرسان میکنه وضو داری؟ نه. تیز برو وضو بگی. کتاب میخری اما تو بی وضو استادت میکن. اگر داخل میشه استادای عظیمی که داخل میشه نماز خواندی؟ نه. بخیر 2 رکعت نماز بخوان، بعد از کتاب مطالعه کن. این راه برات میگفت. تلاش برات میکرد در فکر روحت ناکار میکنه. امروز که علمای بزرگ شما وقت پرسان میکنه باز میگفتن که همین گپا نمیفهم. بسیار با افتخار میگفتن نمیفهم. ما ببینم برات ان شاء الله جوابت صبح برات میتونم. اینقدر گستاخ در فتوا که امروز ما میبینیم از هر کس که پرسان بکنی جای ما ابو حنیفه و جای ما مالک گرفته. کلگی میرقم شد. سوال بکنید در سر زبانش جواب. دیگه موضوعی است که شبهات از بزرگترین بدبختی است که به اساس ظرفیت کوچک علمی و ضعف تربیتی نصیب یک انسان می شود. سوم چیز شهوات است. یعنی خواسته های نفسانی. این هم وادارت میکنه که حکم خدا را نادیده بگیری. و خودتم کالذی خاضوا، شما هم فرو رفتین در خواسته های نفسانیتان مانندی که دیگرها فرو رفتن. تو هم دمو رقم کردی، تمام روز آسایش را میخوایی. دیروز به طور مثال توشک داشتی، باز میگه نه از توشک ده خب باید فرنیچر داشته باشه. باز میگفتی والا 1 سال تیر شدی قالین‌ها هستی که این باید نو شود، باید دیگه قالین برش فرق. یک خانه داشتی میگه 2 خانه شود، 2 باید 3 دانه باشه، 3 دانه باید 4 دانه شود. تمام روز در فکر امی هستی، آسایش و نافرمانی خدا را میکنی. همه چیز متوجه هستی ولی متوجه به حکم خدا نیستی. یا به تعبیر دیگر آخرین چیزی که در اون میاندیشی دین است. کل کارا که خلاص شد اگر وقت رسید باز نماز جمعه است. بنابراین این خواسته های نفسانی و شهوانی ما را در مقابل عدم اطاعت بسیار تیزی میدهد. همیشه ما را کوشش میکنه که سر حکم خدا پای بگذاریم اما تو به پیش برویم. 4 سبب معصیت و گناه شیطان علیه اللعنه است. و این شیطان هر 2 شیطان، هم شیاطین انسی و هم شیاطین جنی. ما 2 شیطان داریم،
یک شیطان جنی هست که نمیبینیمش و یکی شیاطین انسی است، انسان شیطان است. و الله میفرماید کذالک جعلنا لكل نبی عدو الشیاطین الانس والجن. ما به هر پیغمبر شیطانای انسی و جنی را مقرر کردیم. در سوره مبارکه ناس هم میخوانیم من الجنة والناس. یا الله الشیاطین انسی و جنی به تو پناه میبرم. اوجا میگیریم شیاطین جن انسی کی است؟ اما انسان فاسق که تو را میگه بیا که تلویزیون ببینیم، بیا که می فیلم نو آمده ببینیم، بیا که این موسیقی را ببینیم. این شیاطین انسی کی است؟ همین کسایی که در شب جمعه عروسی میکنن و کل مسلمانان را در این منطقه نارام میکنن. شیطان ها همی هستن. 2 روپه در جیبش نیست و 30,000 روپه را باز به می دما پول میدهد. در کار خیر که از پیش پرسان بکنی غریب است، 1 روپه ندارد. خجالت هم نمیکشه، نه با وجدانش نه با خودش، از خودم حیا نمیکند. دم تاشت شو کلگی از دیگه جاها میاد اینجا میشینه خانه و عروسی فلان کار. ببینید این شیطان ها امی هستن، فاسق ها امی هستن، گناهکار ها امی هستن. کار خیر دستش نمیرسد، در کار شر همه کار را باید بکند. سبحان الله. خداوند متعال پرسانتان میکنه، ایمان داشته باش. والله الله پرسان میکند در روزی که لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مالت به دردت بخونه نه فرزندت. الله استادت میکنه، بعد میگه فلانه پسر فلانه بخی، جواب بگو. تو 1 روز گریان کردی که چرا مسلمان ها بمبارد میشود، کشته میشود؟ 1 روز گفتی خدای این مردم را از این بدبختی خلاص کن؟ 1 روز در فکرت آمده که چرا کشور به این بدبختی است؟ ما چی باید بکنیم؟ تو خدای فکر نکردی، این فسق و فجور شروع کردی. 2 روپه پیسه جیبت نیست در خانش بری، نقص سیدی های افلام مبتذل است. 2 روپه در جیبش نیست ولی به این پیسه دارد، به این همه کار دارد و در کار خیر. این می شیطان هستند. شیطان های انسی این میستن، یکی دیگر تشویق به بد میکنن، تشویق به خرابی میکنن، تشویق به رذالت میکنن. شیاطین انسی این زنایی که بد حجاب میگردد، لباس های چسب دارد، بد حجاب میگردد در مکتب، در مؤسسات، در تحصیلات، این می شیطان است که اغوا نمیکنن. اینا زمینه برای فساد مساعد نمیکنن، اینا تو را از خدا دور نمیکنن، اینا سبب به این نیستن که تو برش تا آخر ببینی. این نیستن. این شیطان هستن که در لباس انسان میگردن. این سبب برای گناه هست. چطور میتونیم از این شیاطین دوری بگیریم؟ 2 کار. یکی که تناصح بکنیم، غلطیش برش بگویم که عزیزم از اقوال سخت و زشت ما خفه نشو، والله به خاطر ازی گفتم که تو تحرک پیدا بکنی، به اهدافت برسی و اون جایی که از او سقوط کردی پس به او برسی. از این خاطر زشت گفتم، این به خاطر دلسوزی من، نه به خاطر که تو را توهین بکنم. تو باید بفهمی که تو کی هستی. تو کسی است که مسجود ملائکه بودی، ملائکه برای تو سجده میکند. ظلم است که تو خرد شوی که جنت خو نمیری بلکه دوزخ بروی. یکی تناصح بالخیر. دوم بلند بردن فهمشان. ناآگاه هستن، جاهل هستن، اینا را باید فهم بتیم تا که علمشان بلند بره. سوم زمینه را مساعد بکنیم به مجالس نیکو و مجالس صالح. امشب برادرها جای دور آمدن که ما یک عروسی داریم اونجا بریم. اوجا تو اونجا رفتیم، شما یقین بکنین الله در عروسیشان خیر ببندازد. با تمام جرأت ششتیم آرام گپای دین گفتیم و خداوند متعال شاید و خانه خیر میده. چقدر خوب خواد بود که همه تو گروپ بزنین، همه تو تجیر بزنین و بعد به انسانای صالح بگوین که 5 دقیقه در رابطه به همین گپ برم بزن. چرا بی اتفاقی در خانه میاد؟ چرا؟ او مادر که با مجرده که طفل در خانه شد امید داشت که این فرزند بزرگ شود. هر روز که کلان میشد مادر دلش خلاص میشد که الحمدلله فرزند کلان شد، فرزند کلان. کمانه که کریشت آمد، هر جایی که مادرت میره همونتا میپالی که کجا شود که یک همسری صالح و خوب و مقبول را برای فرزندش بیارد. نبودم تو؟ چی میشد که او مادر با او آرمانایش در مقابل خانمش
در مقابل عروسش مقاومت میکنه، با او دشنام میگوید، از او بدش میاد، غیبتش میکنه. کدام گپ خواست دیگه؟ غیر از تا دیروز خو امیر میخواست. چرا این فرزند در مقابل والدین ساد میشود؟ چرا بیادبی میکنه؟ یه عوامل دارد، یه اسباب دارد، یه باید تحلیل شود. کجا تحلیل شود؟ تو نان به مردم بده، تجیره برش بزن، گروه برش بزن و انسانهای عالم و با فهم را بخوای و برش بگو را بیشتر به امی برم گپ بزن، در رابطه به امی برم گپ بزن که گوش سنوم خلاص شود، گوش خسرم خلاص شود، گوش خشویم خلاص شود، گوش دیگران خلاص شود که زندگی آرام داشته باشه. خوب نیست همتون؟ چرا این کار نمی‌کنیم؟ پس در حقیقت ما هستیم که این بدبختی را ایجاد کردیم و زمینه معصیت خدا را مساعد ساختیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. مخرج از شیاطین جنی که را ما تو نمیبینیم، او را نمیبینیم، زور ما نمیرسد در مقابلش. خداوند متعال میگه در اینجا با ما پناه. در مقابل شیاطین انسی این تو مقاومت بکن، در مقابل شیاطین جنی باز به ما پناه بین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ختم شد دیگه، شیطان نمیتونه مقاومت بکنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو دیگه شیاطین ختم است، نمیتونه دیگه با تو مقاومت بکنه. آسان طریقش است، ولی شیاطین انسی را اتو باید کار بکنی. یعنی معنای گپ میگه عالم شو، طالب شو، خادم شو، محب شو، این کار بکن تا به اساس تو ظرفیت ایجاد شود. به اشکال مختلف در دعوت اسلامی کار بگی. یکی عالم از سخن میگوید، خب باز بشین برش. یگان بار زمینه را به ششتن مساعد بکو، خدمت بکو. یگان بار دیگرها را تشویق بکو. جایی میرفتی به تو زمینه نبود که بیایی، دیگرها را بگو فلان جا برو سخن خوبه بشنو. با دیگر میت خود به خود شیاطین انسی گم میشود. الله این توفیق به ما شما عنایت بکند. شیاطین چند کار از ما میخواهد. اول کار شیطان علیه لعنه، اول کارش است که ما تو را کافر بکند، ما تو را مشرک بکند. اگر این کار کرد دیگه آرام است، هیچ گپ دیگه با شیطان تو را اله میده. اول کارش است دعوت به شرک، دعوت به کفر، کاری اصلیش است. اگر نتونست که تو دی کامیابت بکنه، یعنی نتونست که تو را مشرک بکنه، نتونست که تو را کافر بکنه، الله تو را نجات داد. دام دومش بدعت است. بعد از او باید برات میگم دینی که توی کردی کم است، ایره باید این تو دیگه چیزات بکنی. خرافات در دین بر داخل میکنه. دین نیست، خب به نام دین سرت میچلانه. طبله را، رباب را، هرمونه را به نام دین برات میاره. ایره قبول بکن. قرتک زدن ها را به نام دین برات میاره. ایره میگه قبول بکن. پس یعنی چه خرافاتی که به نام چه دین شروع است، اینی میره کل برات میاره. این میره باید قبول بکن. این دوم قدمش است. سومش اگر از این طور خلاص بکنی و الله بر توفیق داد که سنت رسول الله را اطاعت کردی، با شریعت خدا زندگی کردی، با سوم چیز باید پیشنهاد که دام گناه و معصیت است. کوشش میکنن گناهگارت بکنن و گناه های کبیره را برد بدن. ارگو گناه کبیره نشد، باز به گناه های صغیره زمینه را برد مساعد میکنن. اقلا ارگو گناه صغیره را هم خدا است توفیق برداد که مقاومت کردی و اگر کردی فوراً استغفار گفتی، فوراً گفتی استغفر الله استغفر الله، یا الله مرا ببخش، این را گفتی خوب بخشیده میشد. گناه های صغیره خوب بخشیده میشد. نماز جمعه نمیال خواندی، الله کل گناه های صغیره که در جمعه دیگه کردی
کلش الله برطرف کرد. به میش آمدند الله او را برطرف کرد. شیطان خب بیخش مبرد که به یک نماز جمعه کل گناهی که کرده بودی و یک هفته برش تلاش کرده بود به این مسجدت که ششتی ختم شد. الله اقل لطف میکند بر ما. بعد از باز از او هم که خلاص شد، بعد از او اکثار در نعمات و مباحات است. با چیزی کم راضی نمیشه. یک جوره لباس داشتی دیگه جوره بخر، یک جوره بود داشتی دیگه بخر. سر یک رقم طعام اکتفا نکن، 20 رقم خورده برو. بس امی رقم دیگه پیش برو. هیچ کم نخواد گفت که بس. هیچ تن نخواد گفت که بس ماست. دیگه با آدم تو پیش برو. در حالی که مردم دیگه هستن که ندارن. با اونا باید کمک بکنیم. و در فکرش باید بوده باشه. یکی از دوستا به من قصه کرد. گفت لباسی را آوردیم به یکی از شیوخ، الله سرش رحم بکند. و برش گفتم که لباس باز گفت که و کس داد که را بشوی. با در نماز جمعه آمادش که بپوشم. و من گفتم که استاد چی ضرورت بود که لباس نو میشی؟ که به خاطر ازی که لباس نو که ما بشویم اما تو بپوشم، یک تعداد در نماز می آیند که در ذهنش میگره که کاش که ما هم لباس نو میپوشیدم. به خاطر ازی کار کردم. شما فکر بکن اخ متوجه بودن مردم در دشت نگردد. از این خاطر همین لباس هم تو کنجل و ششتگی را باید بپوشم. الله با ما توفیق عنایت بکنه. نعمت بخو وطن دار، ولی در فکر غریب باش، فکر دیگرها باید باش. گاه شیطان علیه اللعنه کار دیگری میگه، جلوه دادن اعمال مرجوحه و ترک اعمال مفضوله. چیزی که برتر است او را ترک میگه، چیزی که خورترک است او را شروع کرده رویسی. نماز فرض با جماعت نمیایم. با چی میکنه؟ والا صاحب من تهجد میخوانم. و مرد کرد نماز جماعت بیا. تهجد خوب است ولی ایجا واجب است. هیچ طور نمی. یک نفر دیده بودم گفتم چی میکنی؟ چرا در جماعت نمی؟ والا صاحب من کوشش میکنیم که ام جماعت در خانه باتم. گفتم بسیار خوب است دیگه. این مسجد را کلش ختم کنیم دیگه. در کدام ماشین دیگه خانه 4-5 نفر داریم دیگه. بیان که جماعت داده بریم. استغفر الله عزیزم. از جان خود دین اجور نکن. در جماعت بیا. کارت است، واجبیت است. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه در مقابل حکم خداوند متعال اطاعتی نکنیم. الله فهم درست را از دین نصیب بکنه و خداوند متعال با آنچه که میدانیم توفیق عمل نصیب بکنه و خداوند متعال به لطف کرمش در این زمانه فساد و در این زمانه مشکلی که واقعا مشکل زندگی کردن مشکل است، پروردگار حمایت از دین را نصیب ما بگرداند و خداوند متعال ما را از اون انسان‌ها بگرداند که در حمایت دین زندگی بکنیم، در دفاع دین از این دنیا رحلت بکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.